سلام و درود دوستان خوبم. امروز اومدیم ببینیم جایزه های مستر المپیای سال 2023 چقدره. ممنون میشم تا آخر ویدیو با من باشید. ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید. برو درک لانسفورد قهرمان مستر المپیای 2023 شد. هادی جوبام دوم شد. مستر المپیای 2023 فرا رسید و همگان شاید این رقابت شگفت‌انگیزی برای دوستداران رشته‌های بدنسازی در تاریخ 2 تا 5 نوامبر در اورلاندو فلوریدا بودی. مستر المپیها در کنار یکی از رقابت با خدمت چند دهه شاید حضور قهرمانان رده‌های حرفه‌ای دنیای بدنسازی میباشند. اسپانسرهای بزرگ، پوشش تصویری و خبری و گسترده‌های استقبال میلیون‌ها نفر و بدنسازی از سراسر دنیا در پایان جایزه‌های دلاری مستر المپیها بالاترین جایگاه برای یک بدنساز حرفه‌ای بدل می‌مانند. رقابت دسته‌های سنگین وزن مستر المپیها 2023 در حالی که به پایان رسید، بسیار از طرفداران هادی چوپان منتظر کسب دومین ساندوی هادی بودند. در پایان و بر اساس نظرات داوران و درک لانسفورد به عنوان قهرمانی را به دست آورد. رقابت بسیار نزدیک بود و کارشناسان نظرات متفاوتی در مورد این دو قهرمان دارند. به هادی چوپان کسب عنوان دومین مستر المپیای 2023 را تبریک میگویند. جایزه های مستر المپیها: نفر دوم هادی چوپان $150,000. نفر سوم سامسونگ داو $100,000. نفر چهارم برندن کوری $40,000. نفر پنجم اندرو جکت $35,000. دم هادی چوپان گرم، ولی این حقش نبود دوم بشه. خب دوستان، ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم نظرتون درباره این ویدیو بهم تو کامنت ها بگید. عشق منید. خدا یار و نگهدار.